رئال مادرید 1 یوونتوس 0. رئال مادرید با یه برد سخت مقابل یوونتوس وارد مسیر ال کلاسیکو شد. توی این ویدیو هم تحلیل شخصی من از بازی رو داریم، هم واکنش‌های بعد بازی رو. اگرم که دوست داری بدونی تاکتیک ژاوی جلوی دفاع یوونتوس چجوری بود، پس تا آخر این ویدیو منو همراهی بکن. آخر ویدیو هم من نظرم رو راجع به امتیاز به بازیکن‌ها میگم. بازی سورپرایز مربیا بود. یوونتوس 5-4-1 چیده بود، اما در واقع 6-3-2 بازی میکرد. 9 نفر عقب زمین بودن و داشتن دفاع میکردن و اون 2 نفری هم که جلو بودن آماده بودن تا ضد حمله و پشت دفاع بزنن. ژابی آلونسو هم از این موضوع و این ترکیب سورپرایز شده بود. سیستم رئال هم این دفعه 4-2-3-1 نبود و در واقع 4-3-3 بود که وقتی داشتیم حمله می‌کردیم تبدیل به 3-1-2-4 می‌شدیم. کارراس و میلیتائو و آسنسیو می‌شدن اون 3 نفر خط دفاعی، شوامنی تک هافبک دفاعی، رو دستش جود بیلینگام و آردا گولر و والورده کسی بود که به حمله اضافه می‌شد در کنار امباپه و وینی و براهیم. آردا گولر و جود بیلینگام هم 2 تا وظیفه متفاوت از هم داشتن. آردا گولر توی زمین میچرخید برای اینکه توپو به چرخش در بیاره، پاسکاری بکنه و توپو پخش بکنه. در موقعیت سازی تیمو به عهده داشت. بعضی از اوقات هم که والورده میزد به حمله، پشت والورده رو جمع میکرد و بیلینگام هم پشت مهاجم بود و به باکس اضافه میشد و هر طرفی که توپ بود بیلینگام هم همون طرف میرفت. نکته مثبت ترکیب و سیستم بازیمون سمت راست تیم بود که توی بازی قبلی کلا فلج بود، اما توی این بازی براهیم چسبیده بود به والورده و به موقع وارد نیم فضاها میشد تا مدافعای حریف رو 2-1 کنن که علت گلی که زدیم هم همین بود. سمت راستمون به خاطر تجمع نفرات باعث شدش که مدافعای حریف رو بکشیم به اون سمت و وینیسیوس جونیور میزنه به تو و در حالی هست که اگه انگشت کسی به وینیسیوس بخوره پنالتی میشه و وینیسیوس با یه دریبل عالی شوتشو میزنه و جود توی ریباند گلش میکنه. و اینکه بعد از دقیقه 75 و تعویض آردا گولر کلا بازی سازی تیم میخوابه که اونم ژابی آلونسو حق داره برای اینه که آردا گولر خسته نباشه و آماده ال کلاسیکو باشه و به جز کاماوینگا بدبخت گزینه دیگه برای تعویض هافبک نداشت. در کل رئال بازی خوبی کردش و مستحق برد بود. توی نیمه اول یه پرس کشنده داشتش، اما خیلی ها میگن که ایکس جی رئال توی نیمه اول کم بوده، 1 بوده، یا موقعیت گل کلا یه دونه ساختیم، بیگ چانس رئال یه دونه بوده. اما باید بهتون بگم که تیمی که 11 نفر چسبیدن به خط دفاع نمیشه ایکس جی زیادی ساخت یا موقعیت گل درست کرد. یا خیلی ها که فقط بلدن نقد بکنن میگن همش پشت دفاع خوردیم. خب تیمی که بالا بازی میکنه خیلی طبیعیه که ضد حمله بخوره و اگه بارسا و پی اس جی ضد حمله نمیخورن نمیشه که هم خدا رو خواست هم خرما رو. تیمی که بالا بازی یا باید بالا بازی بکنی یا دفاع بکنی. تیمی که بالا بازی بکنه پشت حمله احتمال داره بخوره. اما من اگه بخوام به بازی رئال مادرید نمره بدم، نمره قابل قبول 7 رو میدم. انتقاد به بعضی از چیزای تیم وارده، اما نمیشه نکته های مثبت تیم رو ندید. رئال مادرید توی استفاده کردن از موقعیتاش ضعف داره، اما نکته های مثبتی که داره خیلی بیشتر از نکات منفیشه. و اینکه اگه بخوام به بازیکن‌ها توی این بازی نمره بدم، به کورتوا نمره 8.5 میدم که با سیوای عالی که داشت تیم رو توی بازی نگه داشت. به کارراس نمره 7 میدم. آسنسیو خیلی خوب بود، بهش 8 میدم و لایق این امتیازه. به میلیتائو که با ثبات مثل همیشه ظاهر شدش نمره 7 و 8 میدم. والورده عالی بود توی حمله و توی دفاع، قشنگ تا نقطه کورنر میومد جلو دوباره برمیگشت. به والورده نمره 8.5 میدم. شوامنی بدک نبود، بهش 7 میدم. گولر خیلی خوب بود، همه جای زمین بود، وظیفه‌شو به طور کامل انجام داد، بهش نمره 9 میدم و بهترین بازیکنم شد به درستی. به جود نمره 7.5 میدم، اونم به خاطر اینکه نیمه اول یکم محو بود اما نیمه دوم عالی شد. به براهیم نمره 8 میدم، هماهنگیش با فده عالی بود. به وینی هم 7 و 8 میدم و به امباپه هم نمره 7 میدم، اونم به خاطر اینکه امروز روزش
نبود و موقعیت سوزی زیاد داشتش. و نکته آخری که میخوام بگم اینه که هوادار نما نباشید. از الان رئال و بازنده ال کلاسیکو ندونید. بارسا و یووه سبک بازیشون با هم دیگه فرق داره. یوونتوس داشت دفاع میکرد اما بارسا تیمیه که میاد تا وسط زمین جلو و ما تیمی هستیم که توی ترانزیشن یعنی انتقال توپ از دفاع به حمله فوق‌العاده‌ایم. پس بهتر از الان بدبین نباشیم به ال کلاسیکو. احتمال برد رئال مادرید هم به همون اندازه که احتمال برد بارسا بالاست بالاه. حالا به نظر شما نتیجه ال کلاسیکو چی میشه؟ توی کامنت ها حتما نظرتون رو بگین و ممنون بابت حمایتاتون. دوستتون دارم. حالا مادرید.